حسین محمدی میفرسته برای مهران غلامی، ضربش رو میزنه و گل برای افغانستان روی ضربه دیدنی مهران غلامی. حالا افغانستان 1 ایران 3، یکی از گل‌های خورده جبران میشه. خدای من کی فکرش رو میکرد یه روز افغانستان بتونه به ایرانی گل بزنه که خودش مدعی قهرمانی جهانه و همیشه قدرتمند در این تیم آسیا بوده. باریکلا به غیرتتون، باریکلا به شهامتتون، کیف کردیم و لذت بردیم از بازی زیباتون. افغانستانی که همیشه رنج کشیده است و الان در فوتسالی داره بازی میکنه که انقدر داره خوب بازی میکنه، قطعاً بهتون قول میدم یکی از قدرت‌های آسیا خواهد بود در 1-2 ساله اخیر. وعده های مجید مرتضایی